محدثان میگن که روایت الاکابر یعنی الاصاغر، روایتی بزرگان از خردان، یعنی آدمی کلانسال از خودش خرد روایت میکنه، هیچ گپی ندارد. سفیان ثوری وقتی که درس میگفتن، استادانشان مثلا استادانی که 60 ساله بودن، اونا در زمان برای اینکه از قرآن و حدیث تعلیم داده بودن، آمده در درس هاشو اشتراک میکردن و میگفتن که اتیتنا صغیرا اتینا که کبیرا، تو به نزد ما وقتی که آمدی خردسال بوده ای سفیان و ما کلانسال شده به پیش تو آمدی. یعنی تو در ایام خردسالی از ما علم گرفتی، ما کلانسال شده به پیش تو آمدیم، محتاج شده به علم تو. اینه میگوید که روایتی بزرگان از خردها. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم از تمیم داری یک روایت دارند، میگفتن که خیلی که در صحیح مسلم است، حدثنی تمیم الداری، گفتن برای من تمیم داری حدیث گفتن. ببینید این علما در زیر حدیث روایتی اکابر از اصاغر آوردن، روایتی بزرگان از خردان. پیامبر صلی الله علیه و سلم که حدثنی تمیم، به من تمیم حدیث گفتن. اصلا همه میگفت که حدثنی رسول الله صلی الله علیه و سلم، به من جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم داد.